امروز نمیخوایم فقط یه ویدیو بگیریم، نه، میخوایم برگردیم به دوران طلایی بچگیمون، جایی که یه قلد و قل، تیله بازی، کارت بازی و لیلی تنها شادی ما بودن و طناب بازی و فوتبال توی خاکیای محلمون زندگی ما رو تشکیل میدادن. همون روزایی که با یه توپ قرمز پلاستیکی خودمون و مسی کوچه میدیدیم، کفشامون پاره میشد ولی دلمون گرم بود. تیم سنج برگشته تا با دل و جون این خاطرات برای شما زنده کنه. پس اگه یه ذرمون کودک درونت هنوز زنده است، این ویدیو برای توه. بازی کنیم از اینا دوقل دوقل. حاجی سر چی باشه؟ سر کیک نوشابه. نه یه تفنگ ترقه‌ای داری؟ تفنگ مشکیه سر اون. تو چی میدی اگه باختی؟ من تو اون چیز توپ تو یه چیزی بهت میدم. بیا ایوه آموده بار. تو اول بازی کن، من بازی کنم. بریم آماده ای؟ ای وای. خب چند باره هر کی 3 بار افتاد دستش باخته. برو بریم. نامردیه. دقیقه بزرگتره به تو. اگه به بازم به مامانم میگه. من به مامانم میگم باختم. دیدی؟ یکی من جلو هم تو نتونستی جمع کنی. یه دونه جمع. یه بار یه دونه جمع. یه بار یه دونه جمع. پشت پام افتاد. یه بار یه دونه جمع. من بلد نیستم. خیلی زیادی. نمیتونی ببینی. تو اگه یه دونه گرفتی تفنگ ترقه‌ایمو بده. باشه. یه دونه گرفتی میدی یا کاملا برو. نامرد هر کی نده. همه رو میخوام با هم بزنم. نگاه کن. زدم. یکیش افتاد. ای بابا باش قبوله. 4 تا بده. این بار آخره نگاه. باشه. تفنگ ترقه‌ای من بردم. یادش که سنگو برای ما کوچیک. آقا اصلا یه چیزی وایس. میندازیم پشت دستمون، هر کی تونست یه دونه سنگ پشت دستش نگه داره. من به تو همون که گفتم تفنگ ترقه‌ای تو میدم. بیا این خوبه. تخته. نه دیگه همین یه دونه. فقط باید پشت دستمون نگه داریم. نگاه. بابا میدیا باشه. خداحافظ. شرشا یاد بدم. آره من بلد نیستم اصلا اینم بزنم. سخته. نه یاد میگیری. میخوای سر همه چیلا بازی کنیم؟ آره بازی کنیم. چیلا رو جمع کن بازی کنیم. بیا. خدا چیلا رو انتخاب کن. من چیلا میدم. من همینو برداشتم. بریم. بریم. من اول میزنم. سر همه چی لاد دیگه. قبوله. خیلی دوری. این چی کتو بس برم. زدمت. چیلاد دیگه برای منه. این خورد. حله. نمید دوباره میسته جلوش. یه بار دیگه میسته. بزن. بعد بری تو چاله. از اینجا بزنم؟ نه از همینجا بزن. از پشت این؟ همینجا بزن تو چاله. نزنی دوباره نوبت بده. از همینجا بزن. چیلتو بردار. خورد به سنگ. خیلی بازیت خوبه. اوکی. بزن. دیگه تیلاتو بردن. داشت شرشا. آماده ای؟ بزن. بردم! بابا من بلد نیستم. اساس کش اینجوری نه بچه معلم ما رو گیر آوردی مردی بیشین زمین ما هم بازی کنی ضعیف گیر آوردی به مولا سر زندگیت علیش به خاطر من خیلی قویه
بفرما. علی آره خالی کن بابا. علی اشتباه اینه شدیم بابا. حالا این صحبت ها نیستی آخه تو. برو آفتابو گرفتی. آفتاب زد نمانی رفیق ما. ای بابام هی کارت تموم بابا. کلاقی بابا کلاقی نوکرمه یا علی یه تمام کنه آمده قشنگتو بخون. بابا تو هم باختی که آبرونو بردی. حالا گیریم باختی میخوای چیکار کنی؟ تیلام کو؟ میخوای چیکار کنی؟ کدوم تیلا؟ علی اکش دشمنو. رجب کارت بازی هستی تیری بزنیم سر کل دست کارت. بریم. تیری چند؟ سر یکیم. سر یکیم. اشخاص 5 تا بکار. اوه کارتون دوروه. بریم. بیا 5 تا بشمار ببینم. 5 تا. دروغ نگی ها. زن کاغذ قیچی که اول بزن. زن کاغذ قیچی بزن. آقا تو کارت بازی کجا بود؟ اوه رگباری میخوام بزن. عمله. او وقت میاد داشتی. خیلی قویه. این برای خودم ها. اینا برای خودم ها. خب بریم چند تایی؟ من 5 تا بریم. 5 تا بریم. این 3 تا 4 تا 5 تا. اول منه. مال این حرفا نیست. ما میخوام رگباری بزنم. بود بیا اینجا دقلی نکن. بابا باد چی قویام. اونو بده تو برگردوندیش بده من برگردوندیش. نه نگشت. نه اینو برگشتن. میگم اصلا مال این حرفا نیستی. اسکل تو مال این حرفا نیستی. مال عقبی بدبخت داره صدات میکنه. برو بدبخت. خاله دانیال داره اذیت میکنه. خاله اسکل چپ. صدا رو بیار پایین بابا ننم خوابه. گل خوردم. بده اینجا کثافت. دوز دقلی نکن. یکی دوزه. کارتمونو بده. اضافه برداشتی. نه همین بوده. درست بوده. کارتمونو بده. درست بوده. نمیدم. کارتون بده. آقا پسر میای لیلی بازی کنی؟ سر چی؟ سر هر چی بگی. یه تیتا و یه مزمز بزنی. عشق است. برو بری. چون بقا که نمیدونم. گفتم بغزم یه بوسه باشه کار شیرین‌تره. بیا. اینا سنگته. سنگ که اولش نداره قربون شکلت دارم. معلومه لیلی باز نیستی یا لالی بازی. این آقا این پا رو شما میدی بالا. خب پای چپ رو به بالا. پای راست روی زمین تک بده. آقا باری کلمو خاک پا سنگتو بنداز. سنگو کجا بندازی؟ میگن همیشه بذار مسیرشو خودش انتخاب کنه. نمیدونم چرا تو سین کودکی بچه این چیزی رو بلد باشه. عمودو من اونو چجوری بردارم؟ فهمیدم. تو از این دید به اشتباه نکرد. بذار از این دید. کدوم بود سنگم؟ از این دید دیگه واقعا اشتباه نکرد. من پام مشکل داره. چیکارش کنی؟ دیگه جرزنی نداشت. نه جر نمیزنی. ادامه مسیر رو آقا. ای عمو باختی. عمو دستی تو خونه ای که سنگ بود.
حالا نوبت خودمه. سنگو بنداز. سنگت کو. کجا؟ ولش کن. بری. ماشاءالله عمو. منو به تمسخر گرفتی؟ خب دیدم چیه اما خاک من میرم به مامانم میگم که یکی تو کوچه بهم حرف بیادبی زد. من از این حرفا بلد نیستم. کیش کمرم هم تازه شل شد. اما اشکال نداره. اما ولی تو زودتر باختی. من روی برگشت رو بادم تیتا مزه ها بده. اما من بچه پول دارم میتونی. قول قول. قول 3 تا بهت میدم. قول شرف. قول شرف. هر کی نگه گوسفند خلاص. گوسفندا کشم بودن. بر میام. بر برابر. بر بریم داشتی از را. یه رسیدیم به بخش جذاب بریم. کار. گردو گردو خب چیز گردو خیار یه موزی شکوندم شکسته باز هم شکوندم ای شکسته باز هم شکوندم ای شکسته ای باختم شکوندم شکستمت قلبم شکوندی بکش ببینم فری پلنگو برمیدارم فری بیا هر چقدر پلنگ باشه جواد لوده رو برمیدارم رو تو به به سلام داداش. سلام لوده خودم احمد دودو تکه داداش. احتیاط جمع کردی؟ رجب کامیه استیلازی ماشاءالله بابا دو تا قبیل بودم چوقا پومپی آره من. ما چوقا پومپی نه چوقا پومپی آره من چوقا پومپی آره من. چوقا پومپی فایرام لوده رو ببین فایرام لوده من کیم؟ تو جواد لوده بایلام ما داداش چون اسم بابا جواده. ما از لوده زاده شدیم. ما اینجوری بکشیم آماده حاجی تیما ضعیف نه؟ نه من یه چیزی خمشو رو به عقب خمشو رو به عقب آفرین ببین شما اسکوید گیم زمانی که ما داریم ویدیو رو میگیریم که نبوده از آینده خبر هست جواد لوده رو میگی اما به من گفتن چی؟ گفتن اول فقط مقاومت چی؟ 57 جنگ تحمیلی از پشت شما وای نیستید بذارید فشاراشونو بیارم بعد ما از پشت فشارا رو بهشون میاریم 1 2 3 بعضی موقع 2 تا داری 2 تا باید فرار کنی چقدر خوب شد
حس چیه پسر؟ حس چیه؟ عجب چیزیه. منوچ جان بیا با هم صحبت کنیم. منوچ حس چیه نسبت به بچه‌ها؟ اینو بگیر. حسم الان خودش میگه. چی میدوی دنبالش گرفتش داره توی حرب میکنه توی سبزا که بتونه کمپ بکنه. معبود لواشکی دنبالش نفسش میبره میاد یه وسیله برداره داره تهدیدش میکنه که اینو میزنم توی سرت و پرتش میکنه از آقا معبود درگاه بعیده. دوباره داره دنبالش میدوه و خفتش کرد. معبود لواشکی فری پلنگو گرفته. گم شو اونور. علی جونم جوادی میگم که توپ بده دلای کنیم بریم بازی کنیم. من بچه ملامونو بیاریم بریم گل کوچیک یاد بگیر. دستت نواره. منوچ جوجوهای عمو اینجا برنامه چیه؟ میخوای فوتبال بزنیم. فوتبال هم بلدی شما؟ دستتو نبار خوشگلم. منوچ با خاک یکیم کردی. منوچ عزیز دلم خوشگلم عمو. بلدی دو لایه کنی؟ سلایه هم میخوای باشم لایت کنم؟ همون سلایه هم بلده. لایت منو واقعا سیدی دست من شو نبودی دموگو تو مردی آقایی هرچی که هستی. شرط اول مردونگی ننته صدات زد اون ور قطب شمالم که بود تیز مثل فشار بلند میشی. ای منوش نکن دیگه با خاک یکیم کردی. خلاکی بود خیلی زید تومه. ای من توپ داری. برای فوتبال بازی کنه. تو بیا زمین برو بر. ما هم زمین بالا بریم. ما هم زمین پایین بسم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. مسابقه فوتبال بین دو تیم بچهای پایین و بالا. کل و درگیری بینشون موج میزنه. هنرهای نمایشی شیرین کاری. ماشاءالله به دو تیم. بازی شروع میشه. بله بدونش قانونی. قانونهای برای کیست؟ بچه های تیم بالا. بچه های تیم بالا پاس برای تیم بالا. خبرت بزنی. واقعا این بازیکن بی استعداده. تو محلشون همیشه بی استعداد صداش میکردن. همه رو داره تکون میده. میچرخه میره جلو. یه ضربه فرصت میگه نوازه با فرصت و اوت بچه ها تیم پای به گل. چی میگی؟ فرصت میزنی یه ضربه میگه نوازه با من. بله یکی از شهرهای محلشون بچه های بالا. اوت اتقالی نداره. زورش زیاده. بله یه نفر رد میکنه. و خطا نداریم. داور واقعا اوت شد قبلش. خطا. من گفتم اوت نستادی. همون ضربه معروف تو بزن. اوت خودم گرفتم. بده من. همه دودو ضربه معروف تو بزن. خوشت پوتو داره تمیز میکنه جارو. از خوبای بچه های پایین تو محلشون یه امتی رو میزنه. از یه امتی هم میخوره. این بازیکن یه پاس خوب رد میکنه. درگیری میانه میدان. ببینیم با هم بازیکن آبی قرمز موهای فرش. این بچه خوشگل محلشونه.
خسته شدن مثل اینکه دو تیم. اما پاس میدی یه دونه دادی که حواشی شده. حواشی بین دو تیم. بله. ضربه بعدی رو میزنه. ضربه کاری. یک نفر دیری میکنه. بچه تیم پایین. بله. مرصد برای بچه تیم پایین. خبرته دست دروازه‌بان همیشه تو محلشون دنبال بچه بازی بوده. بله مثل که مزرعه خشخاش هست اینجا. بله دعوا شد، درگیری باید بین دو تیم. درگیری مثل که عمو منوچ اومد. عمو منوچ از خوبهای محله، خیلی به صدا حساسه. کلا با خانواده‌اش هم مشکل داره، از مشکلات روحی رنج میبره. بریم چه کار میکنه؟ بازیکن زرشکی پوش، چرم پوش تیمه. بالا تپه. اینو نگاه کن. گل! کله فرفریه. رجب علی احمد آرومتر باشه. احمد یه جوری با چشم تیرسته نکن. چکر هرچیا احمد دودو باشه. اصلا ملاحظه نمی‌کنه. احمد دودو اخطار. پاس برای بچه تیم بالا. یه پاس به سمت چپ. بله. سوراخه. بایرام ریدی بایرام. تو دست تیم بچه‌های پایینه. بچه‌های پایین دارن حرکت میکنن. برو آقا ببینم. بریم. اوته بده بابا دیگه. اصلا حرفای داور شما توجه نمی‌کنید. اخطار داره دفعه. علی دودو بری. هیچی. کورنر. اوت دروازه. خورده فرشو. فرشو خورده تو. نه. متاسفانه من چند دقیقه نتونستم با شما صحبت کنم. ارتباطم قطع شده بود با ورزشگاه. سیم‌ها رو قطع کردن در محله بالا. بچه‌های تیم بالا سیم‌های گزارشگری در محله پایین رو قطع کردن. یک ضربه. دعوت می‌کنم از کارشناس برنامه‌مون در کنار من هستش، میخواد گزارش کنه برامون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و خسته نباشید تمام خدمت همه همیهنان و بینندگان عزیز. در این لحظه حساس می‌بینید که یه درگیری پیش اومده. همونجوری که نگاه می‌کنید بچه‌ها افتادن جون همدیگه. بله داور کوره. بازی شروع میکنه. میبینید که سمت راست لباسش خیلی یه توپ جالبیه. بله آقای لشم که میگیره پیرن لباشه که چه میکنه میاد این گوشه. ماشاءالله جلال خالق عجب سایه ای، عجب توپی. اوه چه خطایی. بازی داور داره حرکت کن. ماشاءالله واقعا این بازی عجیب و غریبه. متشکرم از همکار خوبم در صدا و سیمای تیم وسط محله. آقا چی میگی به نظرت؟ اینا که گل نشد پس همه دارن میبینن. کسی که میگن گل شد کامنت بذارن. اعتراض نکن آقا، اعتراض نکن. دعوا شده مثل که وقتی نشون میدن جزدنو آقا فردوس بور میخن. بازی شروع نشده. علی پروین داور بلافظه که داور رو خریدن. داور از بچه‌های فکر کنم آقاش بچه پایینیه.
بیا برو آقا جعبدی علی آرام بیا پاسل شیر ماما علی جعبدی رو برش کن برمای تو زدی او بله درگیری پاس میده به عقب رو به عقب دوباره خودت تیم بچه بالا برای سطح بله اوت عالی بازی میکنه این پیرن سفید از خوبای بچه های پایینه تعویض روغنی داره در بچه های پایین بله کورنل الان داور اشتباه میگه داور میگه وایسا آفرین بعد دقت داره داور واقعا قوانین رو رعایت میکنه خیلی داورمون سنگین اصلا وزنش به ورزش نمیخوره بابا چیه اخطار رو میگیره ولی یک بار دیگه این کارو بکنه بازی اخراجی میشه. تشکر مرسی داور تشکر بهنام تشکر بله از تبدو کنم از همکارم کارشناس و محقق فوتبال و بررسی های فوتبالی محقق است. عرض درود و خسته نباشید خدمت همه همیهنان عزیز. کارشناس کشوری در زمینه روان فوتبال هستم. همونجوری که دارین مشاهده می‌کنید تمام انرژی ضایع بچه‌ها در حال تخلیه شدن از تمامی جهات به صورت عرقوار. تمامی انرژی منفی از بدن این افراد خارج میشه، هرچند این یک بازی بسیار مهیج جذاب برای بچه‌های قدیم و حتی جدید بوده و هست. درود خداوند بر شما باد. مرسی متشکرم از همکار خوبم آقای محقق. یک ضربه فرصت. حالا این بازیکن واقعا بد استیل هست. بچه خوشگله تیم با این نمیتونه. بله ببین جنگنده است این بازیکن. یک ضربه و گل. واقعا تبریک میگم. عشق از بچه‌های پایین. بچه‌های پایین باورام هستن. گل زننده است. اعتراض داریم بچه‌ها. بچه خوشگل. قبول گل. گفتم ساکت بده ببینم گفتم یه برد مگه 100 بار بهتون نگفتم در پایین در تو ببر. حالا که اینجوری شد دیگه غلط میکنید اینجا بازی کنید.